وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. همین چیز یک چند قاعده، یک چند چیز باید که اهتمام کنیم. یکمش وصفی که گفتیم، وصف به نفسه فی کتابه، فی کتابه گفتیم، یعنی عقیده اسما و صفات، عقیده و اسما و صفات یکمش چی میگیم؟ یعنی یکمش همین که الکلام فی صفات کالکلام فی ذات. فهمیتون نمی چی گفته گفتیم؟ یکمش چیه؟ الکلام فی صفات کالکلام فی ذات. ذات الله سبحانه و تعالی، وجود الله تعالی به چند چیز دلالت میکنه. خود در همین خیلی چهار چیز تمام صفات ها به دلالت میکنه. خیلی که تو هم ذات الله تعالی، وجود الله تعالی به تحریف و به تعطیل و به تکییف و به تمثیل قبول کرده، صفات ها هم باید که خیلی قبول کنی. گویی که اگر این صفات ها اگر اثبات کنیم این تشبیه میشد، گویی صفات یعنی ذات هم اثبات کردن تشبیه به چه باید که تو چی کنی؟ ذات هم این کار میکنیم، صفات ها این کار میکنن. برای چی؟ برای که میگه صفات های ما اگر اثبات کنیم معناش چی میشد؟ یعنی الله تعالی به بچه مانند کننده که برابر میشه. این حالت هم میگیم که ذاتی که تو اثبات کرده چیکار کرده؟ تشبیه کرده، یعنی معناش فهمیدید؟ برای میگیم که الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات. یکمش. دویم قاعده مهم جدا، قاعده مهمترین که بچه وای هذه قاعده تكتب بماء عیون، بمیاه العیون، با آب چشم کتی نوشته میشد. این قاعده چیه؟ یعنی چی میگیم؟ یعنی عقیده اسماء صفات، باب اسماء صفات باب چی است؟ توقیفی است. توقیفی چی گفته گه؟ غیبی است. غیبی یعنی فقط این چیزا که گفته میشود از قرآن و از سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفته میشود. فهمیدین؟ غیبی معناش چیه؟ یعنی چی؟ فقط از قرآن، فقط از سنت گرفته میشده. فقط از قرآن، فقط از سنت. چیز غیبی یعنی تو خودت یک چیز حل کرده نمیتوانی. این چیز فقط چی میکنه؟ تو تسلیم میشوی خلاص. تسلیم میشوی خلاص. تو الله سبحانه و تعالی مان، یعنی مخلوق های الله تعالی تو حال عقلت که رفته فهمیده نمیتوانی. بس فقط چی؟ این چیز غیبیه که میگویی که غیبا این چیز دیده خلاص میشه. میگویی الله سبحانه و تعالی میگه که لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میگه، سنن حدیث میگه که قال الله عز وجل اعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب امرئ مؤمن. یعنی الله تعالی میگه که من همین چیزها تیار کردم که برای بنده هایم چشمهای وایها و چیزای ندیدگی، گوشهاشون نشنیده است، دلهاشون که حس نکرده هم چیزا. اگر چی کرین میگه بار نکرد خون قول الله تعالی لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. فهمیدین؟ همین چیزهای آدم ندیدگی، نشنیدگی، چه دلش به چیزهای نآوردگی، یعنی این بارند چو کردنش درکار تصدیق میکنه، باور میکنه و خلاص. این چنین روح، یعنی انسان به روح کتم. روح چی است؟ غیبی است. همین روحی که اگر نباشد آدم چی است؟ یعنی آدم چی کتی برابر میشه؟ مرده است. و آدم چی است؟ مرده است. آدم چی است؟ یعنی مرده است. و آدم چی است؟ مرده است. هم خیلی لیکن با وجود همین ما چی میکنیم؟ باور میکنیم روح به. یا اون قد میگوید من روح ندارم گفته، حالا که هر چیز حقیقی هست. برای همین حدیث مسلمه حدیث صحیح مسلمان در وقتی که روح میبراید همین رسول صلی الله علیه و آله چشم پوشید میگه، برای که چشم چی میکرد؟ یعنی تتبع روح. چشم آدم چی وقتی که میمیره چشم پوشیده نمیشه ده، و چیکار میکنه؟ چشمش میپوشه. چشم مرده. برای چی میشده میشه؟ برای که چشم میکرده چی؟ روح متابعه میکنه. روح تماشا کردن نظر میاندازه روحش. برای همین چی؟ برای که چی نشود؟ چکنه پوشه. فهمیدید؟ این روح چیزی حقیقی بوده است و چشمش بیاد است، لیکن دنیونده نمیدونیم که چی خیلی چی نمیدازه، کیفیت چه ما چی نمیدونیم. فقط این چیز غیبی است.
المهم چی بدست یعنی عقیده اسماء و صفات این چیز غیبیه که فقط قرآن و سنت میابید و خلاص. سیم چیزا چیکار میکنیم یعنی هر چیزی که باب اسماء و صفات اومد ظاهرش به ظاهری کامل، هیچ خیل اجتهاد، هیچ خیل اجتهاد و تعویل به محتاج نیست. خیلی که آمد قرآن هم خیلی قبول میکنیم. فهمید؟ یعنی چیکار میکنیم؟ ظاهرش میگیریم. صفتی که قرآن و سنت آمد چیکار میکنیم؟ ظاهرش میگیریم. اگر که تعویل کرد و تعطیل کرد و چیکار که جا میبرد توی کفر میبرد، اعوذ بالله. جا میبرد توی کفر میبرد، اعوذ بالله. ظاهرش میگیریم. چهارم قاعده ما از کدوم قاعده عبارت؟ تمام صفات هایی که الله سبحانه و تعالی گفت، تمام صفات ها، یعنی این کدوم صفات های در بر میگه؟ صفات ها مونده چند دو به تقسیم میشن. نقض شونه بید این تو آخر کتاب ما به میبیاد. صفات ها چند به تقسیم میشن؟ دو به تقسیم میشن. صفات های چی هست؟ ذاتی، فعلی. ذاتی چند به تقسیم میشن؟ دو به تقسیم میشن. ذاتی چند به تقسیم میشن؟ دو به تقسیم میشن. ذاتی خبری و ذاتی معنوی. فهمیدید؟ ذاتی معنوی هست و ذاتی چی هست؟ خبری هست. ذاتی معنوی و ذاتی چی؟ خبری هست. خبری هست. ذاتی معنوی مثل چی هست؟ مثل علم الله سبحانه و تعالی، قدرت الله سبحانه و تعالی، حیات الله سبحانه و تعالی، حکمت الله سبحانه و تعالی. اینها چی هست؟ یعنی صفت ذاتی پیش از همه چی هست؟ صفت هایی که الله سبحانه و تعالی لم یزال ولا یزال متصفا بها. صفت ذاتی چی بدست؟ لا یزال. قاعده چی؟ نومتون ما یاد کنید. قاعده چی بدست؟ از چی عبارت؟ لا یزال ولم یزال ان الله عز وجل متصفا بتلك الصفات. الله سبحانه و تعالی همیشه دائما، یعنی به معنای که هذه صفات لا تنفك عن ذات الله عز وجل. این صفات ها هیچ وقت الله تعالی چه جدا نمیشن. الله تعالی دائم همراه صفات ها، قدیمانده، حاضر، ابدا تو آخرت. این صفات ها دو به تقسیم میشن. معنوی، معنویش کدوم گفتیم؟ یعنی مثل علم، حیات، قدرت، حکمت. و اما صفات های ذاتی معنوی گفتیم. صفات های ذاتی خبری چی است؟ مثل یدین، الوجه والعین، علم چیزها. فهمیدتونه؟ فهمیدتونه من چیزها. اكو دویم صفت چی گفتیم؟ صفت فعلی. صفت فعلی صفات هایی که تتعلق بالمشیئه، ای بمشیئه الله عز وجل. فهمیدنه؟ بمشیئه الله عز وجل، يعني بحيث مثلا الله سبحانه وتعالى يفعل ويعمل إذا شاء وإذا أراد. فهمتني؟ إذا شاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. این دو به تقسیم میشد. با صفات های فعلی چند به تقسیم میشد؟ دو به. صفات له سبب، لها سبب. صفات های کمی شدنش سبب داره. مثل چی؟ مثل رضا. الله سبحانه و تعالی میگه و این تشکروا یرضاه لكم. و این تشکروا یعنی اگر شکر کنید چی پیدا میشد؟ رضاگی الله سبحانه و تعالی پیدا میشد. فمن میگوید فمن رضی، میگوید فمن رضی فله الرضا و من سخط فله السخط. فهمیدید؟ یعنی سبب همه رضای الله تعالی اومدن چی بود؟ یعنی رضاگی صبر انسان بوده. فهمیدید؟ و دویمش مثلا ما لیس لها سبب، دویمش چیه؟ سبب ندارد. مثل چیه؟ نزول الله سبحانه و تعالی سن دیگر چیزها. فهمیدید؟ و علیکم السلام و رحمت الله. با سیم خیلی صفات ها هست که صفات مثلا فعلی و ذاتی است. ذاتی به اعتبار و فعلی به اعتبار. این چی است؟ مثل کلام. حاضر ما فی مشکل ندونه تو. هر کلمه کلمه جواب میده تو. چی بدات؟ یعنی این قاعده تا آخر کتاب، یعنی تا آخر کتاب ما دوام میده. سیمه چی بدات؟ کلام. کلام یعنی چی؟ به اعتبار میگیم چی است؟ صفت فعلی و به اعتبار صفت خبری. بر بحالی ما گرفتیم که چی گفتیم؟ یعنی قدیم النوع و حدیث الآحاد گفتیم. کلام چی بدات؟ قدیم النوع و حدیث الآحاد، یعنی به اعتبار اصلش صفت ذاتی است. الله سبحانه و تعالی لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، بصفت الكلام، يعني صفة الكلام لا تنفك من الله عز وجل. فهمتني؟ واما باعتبار آحادش چی است؟ صفت فعلی است، يعني بحيث الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، إذا أراد الله أن يتكلم، إذا أراد الله أن إذا أراد الله تكلم بالوحي. فهمتوا معنا من چیزها؟ فهمتوا؟ و پنجمش با مهمترین پنجمش چیه؟ پنجمش همین که باب
عقیده اسماء صفات به عقل و مجال نیست. عقل به چی گفتیم؟ مجال نیست. عقل به چی؟ مجال نیست. از خودت نگو، از خودت یک چیز چیزی فکر کرده نبرو. الله سبحانه و تعالی میگه که لا تخفو ما ليس لك به علم، لا تخفو ما ليس لك به علم، لا تخفو ما ليس لك به علم میگه. اونجوری الله سبحانه و تعالی میگه که بعد از شرک ذکر چی میگه که وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی چیزی که علم نداری نگو. و این چیزی که بزرگترین گناه چی میبیاد؟ یعنی بزرگترین گناه چی میبیاد؟ شرک میبیاد. چی بزرگترین گناه بعد از شرک؟ در حق الله سبحانه و تعالی به علم رفت زدن. یعنی برای همین اثر گرفتیم که از کی گفتیم ابی ابن کعب، از ابو هریره، از ابن عمر ثابت شده که میگفتن که تفکروا فی آلاء الله، تفکروا فی آلاء الله لا تفکروا فی ذات الله. اگر فکر کردنی باشه در مخلوقات های الله تعالی فکر کن. ما گرفتیم که چی گفتیم؟ یعنی بزرگی زمین و بزرگی آسمان و بزرگی عرش و کرسی یادتون نمیاد؟ بزرگی عرش و کرسی یادتون نمیاد؟ بزرگی عرش و کرسی مثلا چیزا همینای فکر کن. ذات الله تعالی به عقلت که چی رفته رسیده نمیتونه. فهمیدتون؟ همین قاعده های چی وای؟ همین قاعده های مهم ترین قاعده هایی که باید که چیکار کنید نومتون میندازید که تون قاعده های عقل و مجال نیست. پنجم چی عقل و مجال نیست. و ششمش با این چیزی که یعنی هر چیزی که الله سبحانه و تعالی خیلی که گفتیم که از همین اعتباره چیزی که خودش به اثبات کرد اثبات میکنه، چیزی که خودش به همون صفات‌ها وصف نکرد وصف نمیکنه. چیزی که الله تعالی صفات نداد مثلا ما وصف نمیکنیم. الله تعالی نمیخورد، الله تعالی نمینوشد، نه این چیزا نمیگیم. فهمیدید؟ چیزی که خودش وصف کرد. همین 6 قاعده نه، هم 6 قاعده باید که یاد کنید تو. ششمش چی گفتم؟ یعنی صفات هایی که الله سبحانه و تعالی لم يصف بها نفسه لا نصفها و لا نصفه یعنی لا نصف الله عز وجل بها. هر صفتی که الله تعالی خودش به همون وصف نکرده باشد ما هم باید که وصف میکنیم الله تعالی.